تا حالا شده فقط یه وسیله جدید بخری و بعدش احساس بکنی که بقیه چیزا هم بهش نمیاد و بری مطابق با اون چیزهای جدید بخری؟ این یه پدیده روانشناسیه که بهش میگن دیدرو افکت. از اسم روانشناس فرانسوی دنیس دیدرو میاد که بعد از خریدن یه رب‌دوشان جدید احساس کرد که بقیه زندگیش به اون نمیاد و اینجوری شد که رفت یه میز جدید گرفت و مبلمان جدید گرفت و کلا لایف استایلش عوض شد. بعضی وقتا خریدن یه چیز کوچولو میتونه لایف استایل ما رو به کل تغییر بده. برای همینه که میگن اگر میخواین پیشرفت کنین یا شرکت هایی که میخوان پیشرفت کنن، کافیه که از اساسیه شرکت شروع بکنن، کافیه که یک چیز کوچیک رو تغییر بدن و یه تغییر کوچیک توی مثلا یه دونه صندلی میتونه شروع تغییرات بزرگتر و چشمگیرتر باشه. دیدرو افکت میگه خرید یک چیز کوچیک میتونه زنجیره‌ای از خریدهای دیگر رو ایجاد بکنه. بنابراین همون چیز کوچیک میتونه زمینه تغییرات خوبتر و بزرگتر رو فراهم بکنه. پس دفعه بعدی که یه چیز جدید خریدین، یا مراقب باشین که توی دیدرو افکت نیفتین، یا اینکه یه چیز جدید بخرین برای اینکه تغییرات بزرگتر و بهتر رو شروع بکنین.